گروه کارشناسان نتیجه تحقیقات دیرانتظار خود را در مورد سرچشمه کووید 19 در چین نشر کرد. پژوهش را پژوهشگران سازمان جهانی تندرستی همراه با عالمان چینی گذراندند. هدف این بود که بالاخره به سؤالی از کجا پیدا شدن کرونا ویروس و چگونه خروج کردن آن پاسخ داده شود. همکارم عبدالله اشورف با نتیجه این تحقیقات سازمان جهانی تندرستی آشنا شد و برای صحبت در این باره آماده است. عبدالله سلام. و آیا محققان سرچشمه پیدایش ویروس را که جان هزاران نفر را گرفت و اقتصاد دنیا را به زانو نشاند بالاخره یافتند یا نه؟ انشالله تحقیقاتی که پژوهشگران سازمان جهانی تندرستی همراه با عالمان چینی گذراندند تنها چند فرضیه پیشنهاد کرد، اما خلاصه های دقیق کمند. فرضیه نخست همه عیب را بر سر کورشپرک ها میگذارد. عالمان نظریه پیشین را که میگوید سارس کوف 2 یعنی کرونا ویروس احتمال نخست در کورشپرک ها پیدا شده است جانبداری کردند. پژوهشگران گفتند سرایت ویروس مستقیم از کورشپرک به انسان امکان دارد، اما احتمال توسط حیوان دیگری به آدم گذشته است. شیوه پنشوی ویروس همیشه چنین بوده که از کورشپرک‌ها به دیگر حیوان‌ها سرایت کرده بعد به انسان می‌گذرد. عین چنین حالت با ویروس سارس و مرس رخ داده بود. از این رو به احتمال زیاد این بار هم چنین شده است. ما همچنان می‌دانیم حیواناتی که دارای سارس کوف 2 میباشند در بازارهای چین و دیگر جایها نیز هستند. نقش بازارهای شهر ووهان چین که نخست موج پاندمی آنجا سر زده بود نامعلوم باقی میماند. گزارش آشکار کرده است اولین بیماران کووید 19 با بازار ووهان که قبلا منبع احتمالی ویروس گفته میشد رابطه ندارند. عبدالله، این فرضیه و گمانزنی ها هم وجود داشت که احتمال کرونا ویروس در آزمایشگاه و یا لابراتوری پیدا شده و از آنجا خارج شده است. آیا این فرضیه هم بررسی شده است در تحقیقات عالمان؟ بله انشاءالله این فرضیه را هم عالمان بررسی کردند، اما در گزارش گفته می شود فرضیه از آزمایشگاه خارج شدن ویروس شاید باوربخش نباشد، ولی در همین حال بعضی عالمان بر اینند که ویروس در آزمایشگاه پیدا شده است. جانبداران این نظریه به آن اشاره می کنند که دانشکده ویروسولوژی ووهان قبلا ویروس کورشپرک ها را تحقیق کرده است، اما گروه کارشناسان سازمان جهانی تندرستی گفتند عالمان دانشکده ووهان با ویروسی که باعث پاندمی شد سر کار نداشتند. این گزارش برای شفاف و صحیح نمودن تنقید می شود. 14 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا از آنکه که دسترسی محققان به اطلاع اولیه و نخستین تشخیص ها محدود بود ابراز نگرانی کردند. اتحاد اروپا نیز نگرانی خود را در این رابطه بیان داشت. منتقدان شبهه دارند که تا کجا مقامات چین روی این تحقیقات تاثیر گذاشتند و محققان را به مکان و انشاءات ضروری راه دادند. تیم کارشناسان چین گفت که تحقیق پیدایش کووید 19 را ادامه خواهند داد. فهمم. سپاس عبدالله برای معلومات فراگیر.